قرآن کریم وقتی ما اجر و پاداش میگیریم در تلاوت که قرآن کریم را به زبان عربی همانطوری که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است بخوانیم، این قرآن به همین شکلی که شما الان میخوانید به عربی، بر همین شکل کلام الله سبحانه و تعالی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. هیچ کتابی، هیچ متن دیگری در دین مانند خواندن قرآن کریم که در هر حرف آن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی در مقابل هر حرف قرآن 10 ثواب به شما میدهد و برای کسی که بخواهد بیشتر. در ادامه حدیث میفرماید که نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. یعنی این وقتی شما میگین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این الف لام میم رو که گفتید الله سبحانه و تعالی 30 ثواب برای شما می نویسد. شاید بگویید که خواندن عربی برای من مشکل است. بیاموزید. امروز در یوتیوب، در سایت های مختلف، حتی در یوتیوب ندای حق درس‌های آموزش قرآن کریم هست که قرآن کریم را به همون زبان عربی، با اون زبانی که نازل شده است برای شما آموزش میداد. بعد میگید سخت است، من تاجیک هستم، چطور بخوانم قرآن را؟ خیلی مشکل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که قرآن کریم را به روانی و به آسانی میخواند 1 ثواب میبرد. کسی که با سختی میخواند، مانند یک تاجیک، یک ازبک، یک ترکمن، یک روس، یک امریکایی که مسلمان شده است، قرآن کریم را بسیار به سختی میخواند، به سختی یاد میگیرد. چون که به سختی میخواند و در این را سعی و تلاش میکند، این طرف 2 ثواب میبرد. چرا 2 ثواب میبرد؟ 1 ثواب به خاطر اینکه قرآن را میخواند، 1 ثواب به خاطر اینکه در راه خواندن قرآن سختی و مشکلات متحمل میشود. در این دنیا هیچ چیز آسان نیست. الان مثلا شما رفتید در روسیه کار کردید، به طور مثال در یک رستوران رفتید کار کردید. آیا از روز اول بلد بودید که در رستوران چطور کار میکنید؟ نه، آهسته آهسته یاد گرفتید. رفتید در یک ساختمان کار میکنید، رفتید در یک جای مثلا کارخانه ای کار میکنید، در یک فابریکه ای کار میکنید. آیا از روز اول بلد بودید؟ نبودید، آهسته آهسته یاد گرفتید. قرآن کریمم با همان الفاظ عربی اگر شما بخوانید اجر و ثواب دارد. هم در نمازها میتوانید بخوانید و خیلی ها امروز هستن، خاصا از جوانان تاجیک ما میبینیم 7 ساله 8 ساله کل قرآن کریم رو حفظ کرده، طوری تلاوت میکند، طوری قرائت میکند، از عربا هم کرده بهتر. انسان بخواهد میتواند انجام بدهد. اما اینکه گفتید ما ترجمه قرآن رو میخوانم، به زبان تاجیکی میخوانم، ترجمه قرآن را خواندن به زبان تاجیکی آن اجر و پاداشی را که متن قرآن دارد ندارد. اما اگر به خاطر دین باشد، به خاطر اینکه شما فهم دینتان زیاد شود، به خاطر اینکه قرآن رو بیاموزید، به خاطر اینکه قرآن رو بهش عمل بکنید، طبیعتاً که اجر و پاداش میبرید. و انسان اگر بخواد که از دین خود آگاهی پیدا کند، امور دین رو آگاهی پیدا بکند، در این راه سعی و تلاش بکند، هیچ سعی و تلاش یک مؤمن بی اجر و پاداش نخواهد بود.